بنابراین اینطور یک شعر دعوتی هم گفته بودم که تا کی بود از همه دور ای برادران، گوری کنید تا در گور ای برادران. گوری من میفهمونم گوری از شعر رودکی گرفته شده است. این کلمه امروز رایج نیست، کلمه متروک است، مرده است. اما برای که گوری کنید تا در گور ای برادران در نظرم زیبا آمد، من آوردم. بنابراین میفهمونم که گوری به معنای شادی و نشاط و خرسندی است. رودکی میگوید که گوری کنیم و باده خوریم و بویم شاد، بوسه دهیم بر دو لبان پریوشان. در همچه رودکی هم کم در از نظر افاده غلط از بوسه دهیم بر دو لبان، دو که گفتی لبان لازم نبود، اصلا خیلی میگن در شعر این کارا میشه. تا کی بود از همه دور برادران، گوری کنید تا در گور برادران. شاخ جوانی شما نشکسته آورید، برگ و نوای شادی و سور برادران. از جنگ و جوش و زوری ناجایتان چه سود، چون نیستید از خدا زور برادران. زخمه و زخم سینه خونین چی میزنید، سازید تارهای دل جور برادران. با چند حرف گرم ز اعماق جان و دل گرما دهید بر تن اور برادران. با آرمان روشن و آینده بین خویش بینا کنید هر دل کور برادران. آن سنگ دل به شیشه این دل چی میزنید، انشا کنید معبد نور برادران. عذر آورید از سر مردانگی یکی، آزرده اید گر دل مور برادران. یک شوربخت تا شود خوشبخت بگذرید، از این غرور و غلغل و شور برادران. و شکر خدا که امروز با بعضی نکته های این گفته ها و گفته های دیگر مردم رسیدند و درک کردند و فراری های اجباری و گریز های اجباری که داشتیم به وطن برگشتند. و اینم میگم که این فضای صلح که ایجاد شد این زمینه ها را فراهم آورد و من آرزو دارم که دیگر تاجیکستان باز به یکی از کشورهایی که واقعا اگر دشمنان اجنبی ما و خانگی ما گذارند، ان شاءالله یک کشور طلایی و شکوفا خواهد بود.